ما برای لود کردن فایل های اتولیسپ میتونیم از منوی منیج قسمت لود اپلیکیشن استفاده کنیم و فایل مورد نظر رو انتخاب از مسیری که موجود هست انتخاب کرده و گزینه لود رو بزنیم. در صورت موفق بودن این عملیات این پایین نوشته میشه که فلان فایل LSP با موفقیت لود شد. یه روش دیگه هم که هستش تایپ AP و فشار اینتر که همین منویی که الان گفتم دوباره ظاهر میشه و همون کار رو باید تکرار بکنیم. گزینه بعدی درگ اند دراپه. فایل مورد نظر رو از محلی که هستش انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم و دکمه ماوس رو ول نمیکنیم، کلیک اند دراپ و میکشیم به سمت محدوده‌ای که اتوکد باز هستش، پنجره که اتوکد داریم رو ولش میکنیم و برنامه اتوماتیک لود میشه.